فرش تبریز واقعا از درون بهش فکر کنیم یا مثلا بهش نگاه کنیم خیلی صنعت خوبیه، خیلی صنعت خوبیه. واقعا من با عشق کار میکنم. بافت فرش تبریز جوریه که اگه از پشت به بافت فرش تبریز نگاه کنین اصلا جوری به نظر میرسه که اصلا نقاش پشتش واسطه نقشه رو کشیده، مثلا بافت این حرفا نداره. گرش جوریه که اصلا مشخص نمیشه این بافته یا مثلا برفرض به قول خودمون ماشینیه. ویژگی‌های فرش تبریز گره ترکه که بهترین گره دنیاست. بهترین گره تو فرش‌ها، تو هر جایی که می‌بافن این گره ترک بهترین گره است. بعد مصالح خوب، بافت خوب، نقشه‌های خوب، مثلا نقشه‌هایی که داریم خیلی خوبن. هیچ جای دنیا مثلا نمیتونن این نقشه‌ها رو ببافن یا نقاششون این ها رو نمیتونه بکشه. فرش یک مقوله هستش که تلفیقی از هنر، صنعت و میشه گفت که یه حالتی داره که وقتی آدم نگاه میکنه به فرش همیشه به دنبال کشف نقطه‌های جدید و گمشده‌ای هستش. تلفیق اینا در فرش ایران به عنوان یک، ما فرش رو در حقیقت به عنوان یک سفیر فرهنگیمون داریم صادر میکنیم تا کالای صادراتیمون، چون نشأت گرفته از فرهنگ و سنت ماست. از قدیم الایام همونجوری که میدونید فرش پازریک ملقب به فرش ایران هستش. ما 2500 سال قبل از میلاد این کشف شده. تاریخی که بهش میزنن این هستش که الان توی روسیه داره توی موزه نگهداری میشه. ما اگه واقعیت رو نگاه کنیم ببینیم تاریخ ماست و یک هویتی هست برای کشورمون، به خصوص منطقه آذربایجان و دستبافته‌های آذربایجان که در رأس آن فرش دستباف هستش.